این فیلم که قراره خلاصش رو بهتون بگم درباره یه پسر خرخون و خجالتیه که تا حالا نداشته و خیلی هم دلش میخواد. سر همین قضیه هم چیزای زیادی براش اتفاق میفته. فیلم با آندره شروع میشه که توی یه دیسکو شلوغ روی کاناپه لم داده و داره یه دختره رو که رقصنده دیسکو رو تماشا میکنه. آندره تا حالا نداشته و دلش میخواست که باهاش کنه. دوستش یه موز بهش میده شجاع باش. اگه بری انگشتش کنی اونم خوشش میاد و بهت میده. اون این کارو میکنه و اون شب اولین رو انجام میده. اون رقصنده رو انگشت کرد و مامورای دیسکو هم کردنش. یه ساعت بعد که درد کونش افتاد هنوزم دلش میخواست بره با یه دختر حرف بزنه ولی میترسید. هی خواست بره جلو ولی چون جای جلو رفتن قبلیش هنوز درد میکرد گفت گور بابای کت. جایی که با عزت زده میشه شرف داره به کتی که با ذلت کرده میشه. پس یه جورایی حشرش زد بالا که طاقت نیاورد و رفت دستشویی بزنه. تو دستشویی صابون گلنار رو برمی‌داره و فاز میگیره سلامتی صابون گلنار که خودش رو کوچیک میکنه ولی اجازه نمیده هیچ دختری آسیب ببینه. بعد تا زیپ شلوارشو باز میکنه سالار سرشو آروم آورد بیرون میگه همه بازم پس کیکو. خلاصه خدا هیچ کسو شرمنده کی نکنه. اونجا آندره از شرمندگی به جای اینکه بزنه یه دست سنگین میرینه ولی بدشانسی میاره انش گیر میکنه و هر کاری میکنه پایین نمیره. وقتی برمیگرده میبینه همون دختر رقصنده منتظرشه. اما قبل از اینکه بتونن حرف بزنن یکی از رفقای تخم حرومش با صدای بلند داستان گیر کردن آندره رو برای همه تعریف میکنه و آندره هم جلوی همه ضایع میشه. همون لحظه میبینه قیافه دختره که اسمش رامونا بوده خیلی حشری میزنه و انگار مسته. برای اینکه اون شب تلخو درست کنه دستشو میگیره و میبره بیرون و از مستیش سوء استفاده میکنه و خیلی غیر منتظره میگه بزن. رامونا که قاشق دهنی پدرشو نمیخورد این آندره رو تا خاله تو حلقش فرو میبره. یهو وسط کار دختره اومد زرنگبازی در بیاره گفت پول میدی یا گاز بگیرم؟ آندره هم که خودش از خارکوبای روزگار بود فهمید دختره میخواد بتیغتش. گفت میخوری یا بشاشم؟ اینجوری شد که دختره مجبور شد تا ته براش بخوره و بعد از 10 دقیقه دختره سرش آورد بالا تا ازش لب بگیره. یهو آندره گفت وایسا 3-4 تا آب دهن قورت بده تا دهن من دیگه چی نشه. چند روز بعد توی مهمونی دیگه آندره دوباره روی کاناپه کنار دوستاش نشسته بود و اونا بهش فشار میارن که دوباره بره سمت رامونا که دیگه کارو تموم کنه. با تشویق اونا آندره دوباره شجاعت پیدا میکنه و میره تا راضیش کنه برای تا نزدیک میشه دختره از خود خواسته پا میده و دختره که بد حشری بوده آندره رو میبره تو اتاق و بعد میگه یه جوری منو بکن که دیگه نتونم راه برم. آندره در میاره بذاره توش میبینه انقدر گشاده که انگار داره لوله بخاری میکنه. آندره تا یکیشو فرو کرده بود مثل سگ داشت تلمبه میزد. دخترم انقدر گشاد بود روحش هم خبر نداشت که دارن میکنه. آخرش هم دختره گشادی خودش انداخت گردن کی آندره و گفت خیلی کوچیکه. آندره هم که میخواست کم نیاره مثل جوانای پر ادعای کوچیک ایرانی گفت عوضش کلفته. دخترم گفت برو بابا. بعد با عصبانیت از اتاق رفت و آندره رو تنها گذاشت. روز بعد دختره رامونا که دنبال کلفت بود با سیلو دوست آندره که قیافش میخورد کلفت داشته باشه جلوی آندره کلی عشق بازی میکنن. این ماجرا به دعوای شدیدی بینشون ختم میشه و سیلو یه مشت به آندره میزنه و اونو بیهوش میکنه. بعد از اون مشت سنگین برای استراحت آندره با مادرش میره تعطیلات و اونجا با آنا آشنا میشه. اونا کنار ساحل قدم میزنن و درباره موضوعات مختلف حرف میزنن. بعد چند دقیقه آندره حشری میشه و با آنا لب میگیره. بعد میبرتش به اتاق. ولی آنا میگه شرمنده من دوست پسر دارم. ولی این موضوع جلوی آندره رو نمیگیره و آندره یه جوری به صورت BDSM آنا رو میگاه که هنوز آنا با شنیدن کلمه یه اتاق خودش رو انگشت میکنه. تو راه برگشت آندره یه پیام از رامونا دریافت میکنه که میگه دوستت سیلو منو گفت. آندره با عجله به خونه رامونا میره. رامونا میگه آندره تو رو خدا بذار توضیح بدم. آندره میگه حرفی باهات ندارم فقط بگو چرا با رفیقم خوابیدی. رامونا میگه به خدا نخوابیدم. آندره میگه بعد چی گفتی تو پیام کجش؟ یعنی چی نخوابیدم؟ رامونا برمیگرده میگه باهاش نخوابیدم سر پا منو گاهی. آندره میگه خار جفتتون رو دیدم و میره خونه. روز بعد همه تو مدرسه میدونستن که دوست آندره رامونا رو کرده. به آندره میگفتن ای بی غیرت رشتی تو باید اون پسر رو میکشتی. آندره هم که انقدر بی غیرت بود به جای اینکه پسر رو بزنه رفت بهش گفت تو دوست دختر منو کردی؟ اونم گفت آره چطور؟ آندره هم گفت هیچی فقط یه سوال. اون استفاده شده چه حسی داشت؟ دوستش هم گفت هیچی. بعد 5 سانت اول کاملا نو بود. اینجوری بود که آندره دوباره چی شد. روز بعد آندره به خودش میگه گور بابای این رامونای گشاد کسیا بذار برم همون آنا رو بکنم.
بعد باهاش تماس میگیره. آنا قبول میکنه که برای یه قهوه همدیگر رو ببینن. اونا شب خوبی رو با هم میگذرونن. آندره داشت توی دستشوی کافه ترتیب دختره رو میداد که یهو یه سیاه‌پوست در رو باز میکنه. آندره میاد جمعش کنه، میگه این چه طرز درباز کردن آقا، دولم رفت تو کون دختر مردم. بعد میبینه سیاه خر نمیشه، میگه بفرما داخل، شما هم امتحان کن. سیاه‌پوسته که تریسام خوشش نمی اومده بهش یه مش میزنه و بعد میگیره آنا رو میکنه. سیاه جوری آنا رو گایید که آنا راه برگشت از درد مثل پنگوئن راه میرفت. صبح روز بعد وقتی آندره بی غیرت داشت دوش میگرفت، یهو هوس کرد آنا رو بیاره حموم زیر آب گرم ماساژش بده، بعد یه دور ترتیبش رو بده. آنا رو میکشونه توی حموم و میگه من کد میخوام. آنا هم میگه منم پول میخوام تا گردنبند بخرم. آندره هم که پول نداشت میگه هیچ کدوممون اون چیزیو که طرف مقابل میخواد و نمیدیم، ولی تو داری و نمیدی، من ندارم و نمیدم، پس بین ما خیلی فرق است. آنا میگه گو نخور، من گردنبند میخوام. آندره هم که پول نداشت برای آنا گردنبند بخره، گوزید و انداخت گردن آنا. آنا هم اعصابش کیری شد و گفت خیلی بی غیرت و بی ارز و بی ادبی، همون بهتر که برم به اون سیاه‌پوسته بدم. بعد آندره رو از هتل لخت بیرونش میکنه. بعد از این آندره کنار جاده در حالی که فقط یه حوله تنشه دنبال تاکسی میگرده تا برگرده. راننده تاکسیه که فاز برداشته بود به آندره میگه چرا لباسی پوشیدی که بدنتو کامل نمیپوشونه؟ آندره هم که اعصابش کیری بود گفت برای اینکه راحت تر بخوریش راننده یک کش. فرداش رامونا که از دست آندره اعصابش خورد بود گفت بذار یه انتقامی ازش بگیرم و آبروشو ببرم. بعد توی مدرسه توی جمع بلند گفت یادت هست اون شب منو بردی مکان میخواستی کار بد کنی ولی من در رفتم؟ آندره یه لبخند دیوسانه زد و گفت یادم هست بردمت، ولی یادم نیست در رفته باشی جده خانم. اونجا بود که بدتر آبروی رامونا رفت. روز بعد آندره با کارلا تنها کسی که هنوز بهش اعتماد داشت وقت می‌گذروند و حرف می‌زدن. آندره که خیلی سختی کشیده بود گفت هیچ چی دیگه حال نمیده، حتی کف. بعد گفت حالا کسو شوخی میکنم ولی هیچ چی دیگه حال نمیده. کارلا که خواستی کم کمکش کنه گفت بیا بکن. کارلا که توپل بود و معنای گنده‌ای هم داشت آندره رو وسوسه کرد. آندره زل زده بود به معنای کارلا. کارلا گفت چرا اینجوری نگاه میکنی؟ اونم گفت اولین چیزی که از یه زن که مرد به اون نگاه میکنه قلب اون زنه. حالا دیگه مهات سر راه قلبتن به من ربطی نداره. بعد شروع کرد. اول من چپ رو گرفت دستش، هی میخورد، هی عوض میکرد، یهو چپیه رو میخورد، یهو راستیه رو میخورد. بعد دختره پرسید تو سلیقت بین دخترها چیه؟ آندره گفت سلیقه است دیگه، مثلا یکی توپل دوست داره، یکی فرنچ منچ دوست داره. دختره گفت تو توپل دوست داری؟ آندره که این چیزا سرش نمیشد گفت من کد دوست دارم و بعد دختره رو کامل لخت کرد تا بذاره درش، ولی اینقدر چاق بود که سوراخش رو پیدا نمیکرد. آندره میگفت یه گوز میزنی من سوراختو پیدا کنم. بعد که سوراخ پیدا شد میکنه تو، در که میاره میبینه سر دولش عدس چسبیده. از کارلا میپرسه نهار چی خوردی؟ کارلا میگه عدس پلو. بعد کارلا میره دوش بگیره، ولی آندره یه جوری حالش بد شده بود که از اونجا فرار میکنه. فردای اون روز که آندره حالش به هم خورده بود که اون دختر کثیفو کرده بود، فکر انتقام از رامونا که با دوستش ریخته بودن رو هم میزنه به سرش. با یه ظاهر جدید که توجه خیلی از دخترها رو جلب میکنه وارد کافه میشه و رامونا رو میبینه. اون با اعتماد به نفس به سمت رامونا میره و آروم میبوستش. بعد اول سعی میکنه انتقامش رو از دوستش سیلو بگیره تا توی مدرسه دیگه بهش نگن بی غیرت. نقشه‌ای برای انتقام از سیلو میکشه. اون یه یادداشت و چند تا گل میذاره روی میز کارلا و وانمود میکنه که سیلو به کارلا علاقه داره. کارلا با خوشحالی پیشنهاد رو میپذیره، اما سیلو با بیادبی اونو رد میکنه و ظاهرش رو مسخره میکنه. کارلا هم که عصبی میشه اونو جلوی بقیه کتک میزنه. اون شب آندره و رامونا روی پشت بوم یک کلیسا شراب میخوردن و آشتی میکنن. اونا همدیگه رو میبوسن و آندره پیشنهاد میده به خونه رامونا برن. رامونا که میبینه آندره دیگه بی‌عرض و بی غیرت نیست قبول میکنه. اما وقتی به خونه رامونا میرسن آندره میگه که یکم باید از سگ وفاداری یاد بگیری، ولی تنها چیزی که شما از سگا یاد گرفتین همون پوزیشنشونه. بعد میگه جا چه هرزه به رفیق من میدی؟ بعدش رامونا رو به 48 روش ممکن، 70 روش غیر ممکن، 35 روش ابداعی و 100 روش سامورایی از کون خشت میگه تا براش درس عبرتی بشه. نتیجه اخلاقی این فیلم اینه که خیانت نکنید چون که بگیرید.